مدیتیشن صبحگاهی. روز تو با عشق و انرژی مثبت شروع کن. سلام، صبح بخیر. من فرشته صباپور هستم. بیا با همین روز پر از آرامش و حس خوب رو شروع کنیم. اگه برات مقدوره قبل از اینکه از رخت خواب بلند شی این مدیتیشن رو گوش کن. این بهترین حالته. اما اگه نمیتونی هر زمان که فرصتشو داشتی بشنو. حالا بدنتو در یه حالت راحت قرار بده. اگه جایی از بدنت حس سنگینی یا گرفتگی داره، مثلا به خاطر خوابهای نامناسب شب پیش، یه نفس عمیق بکش و با بازدم اون حس رو رها کن. اجازه بده آرامش و سبکی در بدنت جاری بشه. حس کن که بدنت چقدر میتونه سبک و راحت باشه. گرما و آرامش اطرافتو حس کن. امروز یه روز تازه است، یه شروع جدید. شاید تا به حال چنین احساسی نداشتی، اما بدون که امروز یه فرصت تازه برای توه. ما هر روز صبح بیدار میشیم، اما هیچ وقت دقیقا نمیدونیم اون روز چطور قراره تموم بشه. شاید یه ماجراجویی فوق‌العاده پیش رود باشه. شاید یه اتفاق خوب در انتظارت باشه. اما مهمترین چیز اینه که افکار ما آینده ما رو میسازن. هر فکری که انتخاب میکنی مسیر زندگی تو شکل میده. پس همین حالا آگاهانه تصمیم بگیر. ترس و نگرانی ها رو رها کن. خشم و رنجش ها رو کنار بذار. احساس گناه و حسادت رو پاک کن. جای همه اینا عشق و آرامش و انرژی مثبت و وارد زندگیت کن. حالا یه نفس عمیق بکش. حس کن که هوای تازه وارد بدنت میشه. ریه‌هاتو پر میکنه. به قلبت میرسه و بعد در تمام بدنت جاری میشه. این اکسیژن انرژی زندگیه که درونت جریان داره. و جالبه که بدنت همه این کارا رو بدونه که تو حتی فکرشو بکنی انجام میده. یه هوش بی‌نظیر درون توئه که ازت مراقبت میکنه. باعث میشه نفس بکشی، قلبت بتپه، بدنت غذا رو هضم کنه، بتونی ببینی، فکر کنی، ارتباط برقرار کنی و عشق رو تجربه کنی. ما اغلب این نعمت‌های بزرگ رو نادیده میگیریم. به جای قدردانی روی چیزایی که نداریم تمرکز میکنیم. اما واقعیت اینه که ما در فراوانی زندگی میکنیم. فقط باید چشمامون رو باز کنیم. خب بیا روزمون رو با شکرگزاری شروع کنیم. ممنون از این تخت گرم و نرمی که تمام شب از من مراقبت کرد. ممنون از لباسهایی که بدنمو گرم یا خنک نگه می‌دارن. ممنون از نوری که خونم رو روشن کرده. ممنون از غذایی که در یخچالم دارم و زندگیمو راحت‌تر کرده. برای برقی که وسایل خونت رو روشن نگه می‌داره شکرگزار باش. همینطور برای هوای تازه‌ای که هر لحظه بهت زندگی میبخشه. حالا به معجزاتی که هر روز در کنارمون هستن فکر کن. چشماتو ببند و به نور فکر کن. همین نوری که خونت رو روشن کرده و زندگی رو واضح‌تر و زیباتر نشون میده. چقدر جالبه که فقط با یه لمس اتاقت غرق در روشنایی میشه. به تمام وسایل برقی اطرافت فکر کن. یخچالی که غذای تو رو تازه و سالم نگه میداره. گازی که هر روز برات غذاهای خوشمزه آماده میکنه. کتری برقی که چای و قهوه صبحگاهی تو آماده میکنه. و تمام وسایلی که زندگی رو برات راحت‌تر و دلپذیرتر میکنن. هر کدوم از اینا بخشی از زندگی تو هستن. میشه گفت انعکاسی از نیازها و سبک زندگیت شده. پس همین حالا با عشق و قدردانی بهشون نگاه کن و ازشون سپاسگزار باش. حالا به نعمت داشتن یک حمام مدرن فکر کن. آب گرم و سردی که همیشه در دسترسه و هر لحظه که بخوای میتونی ازش استفاده کنی. حتی پادشاه‌ها و ملکه‌های یک قرن پیش هم چنین راحتی نداشتن. و ما امروز این امکانات شگفت‌انگیز رو داریم. پس بابت آب تمیز، دوش گرم و سیستم لوله کشی که همه چیز رو برای ما آسون کرده شکرگزار باش. و چقدر شگفت‌انگیزه که میتونی با یک کلیک
با هر کسی در هر جای دنیا ارتباط برقرار کنی. برای تلفن که احساسات ما رو به عزیزانمون منتقل میکنه قدردان باش. برای اینترنت، برای ایمیل، برای صندوق پستی که پیغاما رو جابجا میکنه سپاسگزار باش. حالا به نفسهایی که میکشی دقت کن. چقدر فوق‌العاده است که بدون اینکه حتی بهش فکر کنی بدنت خودش هوا رو به درون میکشه و تو بدون هیچ زحمتی زندگی رو به درونت جریان میدی. و چقدر زیباست که خورشید هر روز طلوع میکنه و به ما نور و گرما هدیه میده. برای تابش آفتاب که زندگی رو به زمین هدیه میده سپاسگزار باش. برای بارون که طبیعت رو زنده نگه میداره قدردان باش. برای بادی که آسمون رو تمیز میکنه سپاس بگو. برای نور ماه که شبها رو آرام بخش میکنه شکرگزار باش. و حالا به غذایی که هر روز میخوری فکر کن. چقدر شگفت انگیزه که طبیعت این همه خوراکی متنوع رو برای تغذیه ما فراهم کرده. هر لقمه‌ای که میخوری در بدن تو به انرژی و سلامتی تبدیل میشه. پس با عشق و شکرگزاری غذا بخور و از طعم و خواصش لذت ببر. حالا به لباسی که الان تنته فکر کن. چقدر انتخاب داری بیشمار. رنگ، جنس، پارچه، مدل که با هر فصلی هماهنگ میشن. وقتی گرم لباسهای سبک و خنک میپوشی، وقتی سرد خودتو با لباسهای گرم میپوشونی. اینا نعمتن که باید براش سپاسگزار باشی. حالا روی معجزه راه رفتن تمرکز کن که چقدر خارق‌العاده است. وقتی خودت میتونی بلند شی و به مکان دلخواهت بری. ممنون از پاهام که منو به خیلی جاها بردن و میبرن. چقدر قدرتمندن. همین حالا از پاهات تشکر کن که هر روز تو رو همراهی میکنن. حالا به وسایل نقلیه‌ای که هر روز ازشون استفاده میکنی فکر کن. از دوچرخه و اسکوتر گرفته تا اتوبوس و ماشین و هواپیما. چقدر شگفت انگیزه که همیشه راهی برای رفتن به جایی که میخوایم بریم وجود داره. وقتی ماشین درست کار نمیکنه گاهی عصبی میشی. اما همین حالا به جای شکایت ازش سپاسگزار باش. چون همیشه همراه توئه و تو رو به مقصد میرسونه. زندگی تو راحت تر میکنه. و وقتی سوار هواپیما میشی به این فکر کن که چقدر فوق‌العاده است. یه لوله آهنی بزرگ که تو آسمون پرواز میکنه و تو رو به جایی که دوست داری میبره. به جای ناراحت شدن از تأخیر پرواز، از معجزه سفر شکرگزار باش. حالا بیا به روابط زندگیت فکر کن. قدردان تمام آدمایی باش که به نوعی معلم تو بودن. کسایی که دوستشون داری، کسایی که چیزی بهت یاد دادن، کسایی که باعث رشدت شدن. حتی کسایی که شاید تو رو رنجوندن چون اونا هم درسی برای تو داشتن. همین حالا با عشق بهشون فکر کن و در ذهنت ازشون سپاسگزاری کن. این سپاسگزاری دری رو باز میکنه تا افراد و اتفاقات بهتری وارد زندگیت بشن. درون تو یه نیروی شگفت‌انگیز و قدرتمند وجود داره. نیرویی که همیشه تو رو هدایت میکنه و راه تو هموار میکنه. کافیه به این هوش درونی اعتماد کنی و ازش سپاسگزار باشی و بهش اجازه بدی که برات کار کنه. گاهی ما با استرس و تلاش بیش از حد مسیر طبیعی زندگی رو مسدود میکنیم. همونطور که نمیتونیم ضربان قلبمون رو کنترل کنیم، بعضی چیزا رو هم در زندگی نباید کنترل کنیم. به جای تلاش بیوقفه به جریان زندگی اعتماد کن. با خودت و بدنت مهربون باش. غذاهای سالم بخور. ورزشایی که دوست داری رو انجام بده. و اجازه بده هوش درونیت از تو مراقبت کنه. زندگی یه بوم سفید پر از امکان هاست. افکاری که امروز انتخاب میکنی رنگایی هستن که آیندت رو نقاشی میکنن. اگه عشق بخوای باید روی عشق تمرکز کنی. اگه شادی بخوای باید افکارت رو حول شادی بچرخونی. اگه آرامش میخوای باید فکرتو آروم نگه داری. اگه موفقیت و سعادت میخوای باید ذهنت رو براش باز بذاری. وقتی
وقتی خودتو باور کنی، خلاقیت و قدرت درونیت شکوفا میشه. هر الهامی که به ذهنت میرسه هدیه‌ای از کائناته که میتونه زندگی تو و دیگران رو متحول کنه. حالا با من تکرار کن: من آماده دریافت ایده های الهی هستم. قدرت درونی و خلاقیت من به شکلی روان و طبیعی در جریانه. تمام چیزایی که باید بدونم برای من روشن میشه و هرچی نیاز دارم به سمت من میاد. من تحت حمایت و هدایت الهی هستم. نیروی برتر همیشه منو به مسیر درست هدایت میکنه و از من محافظت میکنه. یکی از چیزهایی که مسیر ما رو میبنده افکار تلخ و غم‌انگیز و سرزنشه. پس بیا همین حالا آگاهانه تصمیم بگیریم که این افکار رو رها کنیم. من همه رنجش‌ها و دردها رو رها میکنم. من تمام کسانی که نیاز به بخشش من دارن میبخشم و خودم هم همینطور. من با عشق و آرامش زندگی میکنم و فراوانی ها در تمام جنبه های زندگی من جریان داره. هر جا که امروز میری اول عشقتو به اونجا بفرست. اگه خرید میری عشقتو به فروشگاه ها، مشتری ها، کارکنان و حتی محصولات بفرست. اگه قراره جایی کار تعمیراتی انجام بدی عشقتو به مکان و کسانی که کمکت میکنن بفرست. اگه قراره پیش پزشک یا وکیل بری قبل ورودت عشقتو به اون مکان بفرست. اگه سر کار میری عشقتو به محل کارت و همکارات و تمام وسایلی که باهاشون کار میکنی بفرست. بیاین با هم اعلام کنیم که امروز قرار روزی سرشار از شادی، هماهنگی، سلامتی، خلاقیت و سعادت بشه. امروز برای ما لحظات زیبا، اتفاقات مثبت و آشنایی با آدم‌های فوق‌العاده رو به ارمغان میاره. من با آغوش باز از تغییر و ماجراجویی استقبال میکنم، چون میدونم که این تجربه ها منو رشد میدن و شادی بیشتری برام میارن. و اگه امروز با کسی روبرو شدی که به هر شکلی ناراحتت کرد، به جای واکنش منفی اونو با عشق برکت بده، چون عشقی که تو به دیگران میفرستی چندین برابرش به خودت برمیگرده. هر انرژی که تو به جهان ارسال میکنی دوباره به خودت برمیگرده. پس امروز عشق، آرامش، مهربانی و برکت بفرست. و حالا در طول روز بارها و بارها این جملات رو با خودت تکرار کن. من خودم رو تایید میکنم. من خودم رو قبول دارم. من لایق عشق و شادی هستم. من تغییرات مثبت رو میپذیرم و از زندگی لذت میبرم. من دقیقاً همونطور که هستم خودم رو میپذیرم و دوست دارم. این روز برای من پر از سعادت و موفقیته. من آمادم که بهترین روزم رو بسازم. حالا یه نفس عمیق بکش. انرژی مثبت رو تو بدنت احساس کن. دستاتو بکش و با شادی از جا بلند شو. این روز برای توه. برو جلو و ازش لذت ببر.